بنداز داخلش و ولش کن. دیگه به هیچ وجه وقتتو برای تمیز کردن شعله‌های اجاق گازت هدر نمیدی، چون اگه این کاری که میگم رو انجام بدی شعله‌های اجاق گازت برق میزنه. فقط کافی یه کاسه برداریم و داخلش 2 قاشق جوی شیرین بریزیم. حالا یه لیمو نیاز داریم که البته اگه سبز باشه بهتره، چون اسیدی تره و بهتر تمیز میشه. لیمو رو نصف میکنیم و همه آب لیمو رو به مخلوطمون اضافه میکنیم که این باعث واکنش با جوی شیرین میشه، ولی کاملا طبیعیه و هیچ خطری نداره. بعدش 3 قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی اضافه میکنیم و 3 قاشق غذاخوری سرکه سفید هم اضافه میکنیم و در نهایت 1 لیتر آب داغ هم بهش اضافه میکنیم. حالا همه مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم و میریم سراغ شعله‌های اجاق گازمون. هر کسی تا حالا سعی کرده شعله‌های اجاق گاز خونش رو پاک کنه میدونی چقدر سخته، اما با این مخلوطی که درست کردیم میتونید اون لکه‌های سوخته رو با شدیدترین کثیفی‌ها پاک کنید. چیکار باید کنید؟ فقط باید بگیرید و